دلیلی در فساد بود. اداره ای که از نظر دنیا بسیار ارزش داشته داره، خصوصا آلمان ها زیاد سرمایه گذاری میکرد و زیاد کوشش میکرد که اداره بسیار چه باشه، سر پا باشه. اما متاسفانه این اداره هیچ رسانه‌ای نشد، مردم هیچ چیز نمیشناسه، زیاد کم. اختراعاتی هم داره زیاد. اعمال فعلا در اداره تعلیمات تکنیکی اگر انشالله شما دمی ان قریب ما یک موتره که در سطح اروپا فعلا چیکار میشه، یعنی به انشالله به نمایشگاه‌های اروپا حتی دعوت شده، یکی از همکارای ما ساخته. بسیار خوب، چقدر خوب است. این یک از نظر پهپادا بهترین پهپادای قوی اداره ما ساخته. از نظر امکانات حتی هلیکوپتر و تانک هم بعضی جا چیکار کرده، اداره بساخته. اما این اداره هیچ کس معرفی نکرد. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر مورد توجهی همه قرار می‌بود فساد نمیتونست کرده. خارجی ها اهمیت از بسیار خوب میدونست، اما کسایی که در داخل بود به خاطر فساد نمیخواستن هیچ کار بکنن. مثلا در گذشته استاد ما خبر بودم که رئیس از یک خانمی مثلا مدل بود یا آوازخوان بود، آوردن در این اداره رئیس کردن. ندیمه سحر داشت. هیچ، فقط این بود که از امریکا آمده بود. باید اینجا بودی. کسی به نام نجیب الله نماینده چینی ها هست، شرکت چینایی ها در افغانستان. من چند روز خواستم در این اداره که ما مسجد نداره، یک روز خواستم که امکانات از این باید حفاظت میشد، باید 4 سال میشد. گفت سالانه چینایی ها یک مبلغ پول مثلا کمک میکنه به بعضی از ممالک، یک مبلغ پول آماده کردید برای افغانستان. آمدن به این رئیسا گفتن که حداقل یک پیشنهاد بدین که به شما خیلی امکانات میدم چند روز. اینا حاضر نشد یک پیشنهاد هم بنویسه. یعنی اندازه احساس بی توجهی میکرد در اینجا.